3 ماه سال 2023 تخمیناً ساعت 9:40 دقیقه راننده автомашین تمغه لکسوس محمودوف عبدالستار سال تولدش 1993 ساکن نویه جیهون هنگام حرکت کردن در شورای دوشنبه 5 پایان واقع در حدود جماعت دیهات خیل وردینویه بلخی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده دولت و فرخ سال تولدش 1993 ساکن جماعت دیهات فرونزه نویه مذکور برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز دولتوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت می‌رسد. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت جوان 23 ساله ساکن نویه مشچا که پیش با ماده 247 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان صورت شده است آغاز کرده شد که او ماه سپتامبر سال 2023 در حدود شهر استرافشان با راه فریب به باوری مرد 48 ساله ساکن نویه ظفرآباد درآمده 132 چارهای معده شاخدار را به مبلغ 65100 سامانی نقد گذاری کرده گرفته 14100 سامانی را داده باقی مانده 51000 سامانی را به احتیاجات خود صرف نموده است. اوید به این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد.